رتل بصورة قاف القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، اهل توحید، مسلمانان ملت تاجیک، بارک الله فیکم. امروز در آوان اخیر، در روزهای اخیر، علماهای سو، علماهای طاغوتی، علماهایی که به نام علما هستند، این جهال، این خیانتکاران به مسلمانان ملت تاجیک، این فروخته شده ها، همه سرجم به ما دارند هجوم میکنند و در سخنهایشان باز کفرها و شرکای جدید را از خودشان نشان میدهند و این چنین به عقیده اهل سنت و الجماعه میتازند. ما میگوییم که همه شما به مانند مگس های هستید که در نزد یک نور روشن دارید بازی میکنید و این نور، این حق است که شما را میسوزاند. شما را چی درد گرفت؟ به شما چی شد؟ چقدر وقت است که بنده در حق شما همون چیزهایی که گفته بودیم همون است، لیکن چرا امروز شما دوباره میخیزید و به اهل سنت و الجماعت طعنه میزنید؟ چرا دوباره میخیزید عقیده اهل سنت و الجماعت را انکار میکنید؟ چرا دوباره به قرآن و سنت باز طعنه میزنید؟ به شما چی شد؟ خود شما میدانید. ای علماء سو، ای علماء طواغیت، ای بختری اژدهار و ای حاجی مرزا، ای جهمی های غلات صوفی، ای قبوری ها، ای یک نفر دیگرش که عبدالواحد است شاگرد حکمت مشرک، ای مشرکین صوفی ها، شما میدانید که به شما وظیفه دادند. پیشوای شما، امام شما، امام اعظم شما که این انا همون جناب عالی شما هست، به شما وظیفه دادند. وظیفه دادند که بجنگید، به قرآن و سنت بجنگید، به اعتقاد اهل سنت و الجماعت بجنگید. شما به اسلوب‌های گوناگون مردم را دارید فریب میدهید. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. همانا که حق آمد، همانا که به تاجیکستان حق رسید، همانا که در تاجیکستان حق دارد روز بر روز زنده می شود، حق ظاهر می شود و باطل زهق ای هلک، روز بر روز هلاک می شود، نابود می شود، شاخه ها و ریشه هایش روز بر روز خشک می شود. البته که حق هلاک شدنی است، نابود شدنی است. روز شما هم از همین عقیده باطلتان آهسته آهسته ببینید که چگونه تنگ شده است، چگونه وزنین زندگی میکنید، چگونه عذاب میکشید. آیا برای شما ای علماء سو خوب نبود که اطاعت الله را کنید؟ آیا برای شما عزتمندی، خوبی و خوشنودی در اطاعت الله، در حق گفتن نبود؟ چرا رضاگی طاغوت ها را اختیار کردید؟ چرا رضاگی الله را به یک طرف گذاشتید؟ چرا اطاعت الله را به یک طرف گذاشتید؟ چرا ایمان را، اسلام را،
توحید را، رضاگی الله را به این دنیای ناچیز، به این خانه و در و آبروی و منصب و شهرت فروختید. سبب چیست؟ به خاطر یک نفس. به خاطر یک نفس شما اینقدر خیانت به قرآن، به سنت، به دین، به امت اسلام میکنید. شما دعوای غمخوری ملت را دارید. من بختری ریکت را نظر کردم، سخنهایش را. حاجی میرزای جاهل دروغگو را نظر کردم. او یک صوفی جن پرست دیگرش را نظر کردم. صحبت های مختصر دارند و از این صحبت ها، از این جن پرست و اژدها و این جاهلی که اللهش را نمیداند که در کجا هست، خلاصه برآوردم که این بیچاره ها را کدام به دهانشان لجام زده که یک باید صحبت بکنی در ضد اهل سنت و الجماعه، ضد مدنی هست یا دیگر و دیگرش. از همین جهت صحبت های پادر هوا، یک بالا یک پایان، بی علمانه، جاهلانه، خنداورانه، شرمنده کننده ذکر کرده شدند. حتی تا جای اینها صحبت میکنند که مریدهای خودشان از اینها نفرت دارد. برای چی؟ ببینید، هر سه این جهلای قبوری، صوفی، غلات، طاغوت پرست، شرمنده ها به ما میگویند که، به مردم میگویند که ای مردم، ما غمخوار شما هستیم، فرزندهایتان را احتیاط کنید، فرزندهایتان را خوب تربیت کنید، پیروی به این اهل سنت و الجماعت نکنند، گمراه میشوند، حیاتشان میسوزد. گویان خود را غمخواری فرزند ملت گرفته است. آیا ندیدی که در این شهرهای روسیه چی میگذرد؟ آیا از مریدهای بیچاره ات خبر نداری که در روسیه پای لوچ، سری لوچ در درون جنگل ها، در سری کوچه ها دارند گریز و گریز، در درون حبس ها لط و کوب و کشتار؟ ای غمخوار، غمخوار دروغین کذاب خیانتکار، آیا به تو خبری ان همون مادران تاجیکه که یک ماه نشد 2 نفر را تجاوز کردند در روسیه، در سر قد ره گذاشتند و کشتند و رفتند، بی صاحب است؟ از غمخواری اونها چرا صحبت نمیکنی؟ انا همین روزها چندین دختران مسلمان تاجیک را، یکش حجابدار بود، لط و کوب شدید کردند، گویا که مرد را میزند در روسیه. این فاشیستی حرامی ضد مسلمان ها، این کمونیست های پیشوای گذشته ات دارد اینها را میزند. چرا در این موضوع صحبت نمیکنی؟ مگر غمخواری ملت در این موضوع نیست؟ آمدی موضوع را به جانب دیگر میکشی. شما ای طاغوت ها فکر میکنید که ابو محمد مدنی یا دیگر طالب علم های اهل سنت را شما فریب داده میتوانید؟ شما فکر میکنید که ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت تا این درجه بی عقل هستیم که مقصد شما چی هست نمیدانیم؟ مقصد شما خوبسا همین است که امروز حالت تاجیکا در روسیه بد است. حالت بسیاری از مهاجران در روسیه که میلیون ها نفر هستند در حالت وهیم، در حالت غضب، در حالت بد دیدن این حکومت شما قرار دارد و شاید اکثر اینها، این تاجیکا، در روزهای نزدیک به تاجیکستان برگردند، یا به واسطه بدبینی یا به واسطه دپورت یا و غیره. امروز تمام شبکه های تاجیکی یا غیر تاجیکی در تمام صفحه ها در تمام عالم گفت و شنیدها هست، آوازه ها هست، همه جا غلاغله هست که این ملت تاجیک اینقدر شرمنده بوده است، اینقدر پست است، اینقدر زیر پا هست، اینقدر خوارزار است، بی صاحب سری کوچه هست، نه زنش قدر دارد نه مردش قدر دارد. این ملت بیچاره کی است؟ گویان همه صدا میزند و این مردم ملت تاجیک هم در روسیه میلیون ها نفر باخبر شدند که هیچ کسی ندارند، نه ملا دارند، نه شما فهمیدند. مردم تاجیک در روسیه فهمیدند که شما شکمدم ها، خیانتکارها، شما تاجران دین، تاجران قرآن و سنت، شما ریکت ها، شما جهلا پروای از مردم ندارید، پروای از حق ندارید، پروای از دین ندارید.
مردم فهمیدن که شما بجز فریبگران بجز کارکنان انا همون طاغوت نیستید. شاید شما پالکوونیک یا پالکوونیک باشید، شاید همین حاجی میرزا گنرال هم باشد، والله اعلم گدر معیار هم شاید باشد، اینو گفته نمیشه. مردم اینو فهمیدن، لیکن مقصد اینها طاغوت ها همین است که موضوع را به دیگر طرف کشند، مردم را به غوغای جنگ اندازی بین طالب علم و ملاها، بین صوفی و اهل سنت، یوتیوب ها را، صفحه ها را پر از تلاش یا پر از بحث و مناظره بین صوفی و بین اهل سنت کنند. برای چی؟ برای این تا اینکه مردم از دیگر خبرها، از دیگر حالتها، از دیگر این حال زور بدی تاجیک بیخبر ماند. یعنی با همین پلیتیکای بدشون میخواهند که مردم رو، توجهشون رو از این حالت بدی امروزه جوانها در روسیه، توجهشون رو به این کشمکش اندازند. نباشد این اژدهار خوب بختری ریکت یک باره برآمده چی گفتنش رو نمیداند. امام اعظم ما یک اعظم است، امام اعظم ما یک تا فقط ابو حنیفه است، گفته کفر گفته است. امام اعظم ما یک تا و تنها فقط محمد صلی الله علیه و سلم است. ما لا اله الا الله محمد رسول الله گفتیم، اطاعت رسول الله را الله واجب کرد. اونش میبراید او عبدالقادر یا عبدالواحد تاجیک‌آبادی شاگرد حکمت مشرک، این مشرک دیگرش میبرد سخنش رو جمع کرده نگرفته از جنهای زمان سلیمان کمک طلبیده شده است. این بیچاره میبرد میگه که ای مردم ما غمخوار شما هستیم، فرزندانتون را به اینها نگذارید. ما به شما ای مسلمان های ملت تاجیک عزتمندی خواستیم، به شما سربلندی خواستیم، به شما آزادی خواستیم، آزادی حقیقی دینی، آزادی هم فکری اندیشی، آزادی از قبر، آزادی از سنگ، آزادی از غلامی، و راه شما را به سوی الله نشان داده ایستادیم و عاقبت شما را جنت، راه جنت را نشان داده ایستادیم. همون دعوتی که پیامبران قومهایشان را کردند که یا قوم اعبدوا الله، ای قوم من یگانه الله را عبادت بکنید، را ما به شما ای مردم تاجیک انا همین سخن را گفته ایستادیم. ما یگانه چیزی که شما را گفتیم همین است که قولوا لا اله الا الله، بگویید لا اله الا الله را، بیاموزید لا اله الا الله را، مسلمان باشید، در این دنیا هم پاک باشید، درست باشید، زیبا زندگی بکنید، احترام خود، عزت خود، قدر خود، درجه خود را زیر پا نکنید و در آخرت هم سربلند و خوشنود و سعادتمند باشید و بریزاگی الله خود روید. غیر از همین ما شما را به سوی هیچ چیز دعوت نکردیم. بختری این صوفی یا حاجی میرزای جاهل صوفی و یا این دیگرش از این صوفی ها، این خیانتکارها به شما خیانت میکنند و به ما تهمت میبندند که گویا این طالب علم های اهل سنت کسی را به کشتار و خون و بدی دعوت کرده باشد. اصلا این چنین صحبت وجود ندارد. اصلا این چنین صحبت وجود ندارد. ما هیچ کسی را به راه بد دعوت نکردیم، هیچ کسی را به خیانت دعوت نکردیم، هیچ کسی را به بی‌ادبی و بی اخلاقی دعوت نکردیم. ما به شما گفتیم که آداب و اخلاق را اولا در مقابل الله، رو به روی الله انجام بدهید. موحد باشید، مسلمان باشید، حق الله را بجا بیارید. حق الله این است که ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا، یگانه الله عبادت بکنید و به الله کسی را شریک نبیارید. الله هم در عوض شما را عذاب نمیدهد و به جنت می‌دارد. مخالفت اینها به ما چی است؟ چرا اینها به ما می جنگند؟ چرا اینها ما را بد می‌بینند؟ چرا اینها مخالف هستند به اهل سنت و جماعت؟ برای آنکه عقیده اهل سنت و جماعت، عقیده امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله، الله همشون را رحمت کند، مخالف عقیده این صوفی ها هست، مخالف عقیده این خیانتکار ها است.
اینها میترسند که روز در آینده نزدیک، خیلی که خود حاجی میرزا میگد بعد از 4-5 سال میگد کارو بیزید میشود، همه اهل سنت میشود میگد. بله انا همین چنین روزهای سالهای نزدیک مردم حقیقت رو میفهمند، مذهب اهل سنت رو میفهمند که مذهب اهل سنت دیگر مذهب است، مذهب صوفی ها دیگر مذهب است. قرآن دیگر چیز میگوید، این علماهای خیانتکار دیگر چیز میگوید، سنت پیامبر دیگر چیز میگوید، این علماهای خیانتکار دیگر چیز میگوید. مردم میفهمد که حق در دیگر سو هست و مردم میفهمد که این علما خیانت کردند، به خاطر شکمشون، به خاطر خانه و درشون، به خاطر کیف و لذت فرزندهایشون، به خاطر لنکلوزرهایشون دین را عوض کردند و فروختند و شما را استفاده میبرند. و مردم وقتی که این را فهمیدند دیگر تجارت این صوفی ها، بیزنس اینها، گردن غفص اینها، شکم دم اینها بلای جانشان می شود. دیگر تمام، نه آبرو نه عزت، هیچ چیزی نمیماند. از همین روز می ترسند اینها، همین روز آینده، از روزهای آینده می ترسند. برای که مردم وقتی که حق رو فهمیدن میگن که شما دروغگو خواهیم بدید، تمام، ما با شما نیستیم، ما با همراهی حق هستیم، تمام. در اینجا یگان چیزی بده نیست، یگان کاری بده هم نیست، لیکن اینها شما را میترسانند، از همه روز میترسانند. اما شما نترسید مردم، اینها باید ترسند. شما باید حق قبول بکنید. شما وظیفتون چی است؟ الله شما را چی گفت؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت از الله و رسول بکنید. تحقیق کنید، بکاوید، ببینید، همه چیز آشکار است. الله المستعان. این یک صحبت عمومی بود که من میخواستم در اینجا بیان بکنم که در همین روزهای پر تلاطمی که جوانهای تاجیک، مهاجران تاجیک در روسیه دارند، در روسیه فاشیستی دیکتاتوری، این علماهای سو به فرمان گرفته اشان میخواهند که مردم را دقتشان را به دیگر جا جلب کنند. انا همین است مقصد اینها. برای اینها که همشون خدمتگارها هستند، خستند آمدند دارند انا همین سخنها را میگویند، از دیکتاتور دفاع میکنند، از یک طاغوت دیکتاتور دفاع میکنند، وظیفه رو انجام میدهند. لیکن ما الحمدلله عقل داریم، خرد داریم، حکمت داریم و همه این حادثه ها رو می آموزیم، میبینیم و در وقت مناسب در روزهای آینده به هر یکی اینها با دلیل، با هر یک صحبتش رو میگذاریم و جواب میگیم. لیکن شما اینها رو میشناسید، اکثر شما اینها رو میشناسید که دین رو چگونه فروختند. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان برای علمایی که حق رو پنهان میکنند گفت: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. الله در قرآن نازل کرد به شما ای مسلمان ها که زمانی که یک کسی رو دیدید که کفر می‌ورزد به آیات های الله، یعنی دروغ میگوید به دین الله، تهمت میبندد به دین الله، به مذهب حق که این هدی و منهج پیامبر است، همراه اونها نشینید. ای مردم مسلمان، همراه این علمای سو نباشید. اگر همراه اینها باشید شما هم مثل اینها گمراه میشوید، حکم اینها رو میگیرید. میگید یعنی به این معنا که شما پیرو اینها شدید، همینها رو درست گفتید، سبحان الله روز قیامت همراه اینها میخیزید، همراه اینها عذاب میکشید. نباشید روز اینها همراه اینها نباشید. البته اون آیتی که الله سبحانه و تعالی در حق علما گفت، آیت 159 سوره بقره است که الله سبحانه و تعالی میگه: والذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. آنهایی که پنهان میکنند چیزهایی که در قرآن و سنت آمده است، انا همین چیزها رو پنهان میکنند بلکه مخالف حق گام میزنند، اینها کسانی هستند که الله و تمام لعنت کننده ها اینها رو لعنت کرده است.
اما اینها نمیدانند. برای همین ای کسانی که حق رو میدانید حق رو بگویید، پنهان نکنید. و ای کسانی که به دین دروغ میگویید، تهمت میبندید، توبه کنید. حالا هم وقت دارید توبه کنید. الله توبه کنندگان رو توبهشون رو قبول میکند. در دوام آیت الله میگه الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم. اما کسایی که توبه کردند، ایمان آوردند و توبه کردند و اصلاح شدند، توبه اینها پذیرفته میشود. ای علمای خیانتکار، توبه کنید، اصلاح شوید، دروغگویی را بس کنید پیش از همون روزی که به سر شما می آید، پیش از مرگ، پیش از این که در روبروی الله می ایستید، پیش از این که پرسیده می شوید که چرا خیانت کردید، چرا دروغ گفتید، چرا بر ضد قرآن و سنت مبارزه بردید. پیش از همون روز توبه کنید. حالا هم بر وقت است. شرمندگی شما نزدیک است. شرمندگی شما نزدیک است. توبه نکردید، در این دنیا و آخرت هم رویتون سیاه می شود و عذاب سنگین دارید. عذاب سنگین دارید. لعنت الله این چی است؟ غضب الله است. دور شدن از رحمت الله است. به ضد قرآن و سنت و مذهب اهل سنت کار نکنید. توبه کنید. راه شما باطل است. در اساس قرآن و سنت اعتقاد شما باطل است. نماز از پشت شما درست نیست. کسایی که نماز میخونن شاگردای این صوفی ها احتیاط باشین، نماز شما درست نیست. زیرا که شما لا اله الا الله را نمیفهمید که چی معنی دارد. زیرا که شما نمیدانید که الله در بالای عرش، در بالای آسمان است و این انکار میکنید. زیرا که شما ضد قرآن و سنت صحبت میکنید، انکار میکنید. اما هر سه این جماعت هایی که نام میگیرد، جنگ و جدال هایی که خونریزی هایی که میگد، این به ما ربط ندارد. ما جوان های تاجیک هستیم، مسلمان ها البته، به کسی در تاجیکستان جنگ هم نکردیم و در یگان جماعت هم نیستیم. یک طالب علم اهل سنت و الجماعه آزاد هستیم. فقط ما به سوی یکتاپرستی، به سوی توحید و ترک شرک دعوت کردیم. انا همین است، علم شما همین است، دیگر هیچ علم ندارید. یکتاپرستی به شما معقول نیست. آوردید همون جنگی که سال 1990-92 کردید، ما در این حالت کودک بودیم، این جنگ رو شما کردید. صوفی ها جنگ رو شروع کردند همراه این حکومت امروزه. شما مردم رو تا 500,000 و کمتر از این و زیادتر از این به قتل رسانیدید. ما دست های ما پاک است. خونخوری و خونریزی خود را به سر دیگران نریزانید. قسم از علما همراه دیگر شدید، قسم از صوفی ها همراه اینی شدید، فتواهای باطل دادید، مردم به نابودی بردید. همین شما هستید. ما تا به حاضر در این موضوع چیزی نگفتیم. ما فقط در باب یکتاپرستی داریم صحبت میکنیم. چرا دروغ میگویید؟ خیانتکاران، فریبگران، دروغگویان، از الله بترسید. اما بدانید که این همه ناله که میکنید به مردم که ای مردم گوش نکنید، ای مردم از اینها دور شوید، قلبهای این مردم در دست الله است. این قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن. قلبهای این مردم در بین دو انگشت الله هست که این صفت رو شما قبول ندارید، صفت انگشت الله رو. بر این صفت هم کافر هستید. الله به کجای خواهد این مردم رو، قلبهایشون رو میگرداند. یقلب کیف یشاء. الله اگر خواهد مردم رو به سوی حق میبرد. الله اگر خواهد مردم رو به سوی ما میبرد. شما هیچ چیزی کرده نمیتوانید. گریه شما، ناله شما، دروغگویی شما، فریب شما، مکر شما به ضرر شما است. شما دارید مکر میکنید، الله شما را مکر میکند. و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. مکر کردن، الله اونها را مکر کرد. الله بهترین مکر کننده است. شما منافقین مکر کرده ایستادید، دروغ گفته ایستادید، مردم فریب داده ایستادید، خیانت کرده ایستادید. الله شما را مکر میکند. مکر الله وزنین است.
گمراه وفات میکنید. توبه کنید، توبه کنید و سنگ زدن به قرآن و سنت رو بس کنید و بدانید که با این تهمت های شما، دروغ های شما، فریب و نیرنگ های شما، عزتی طالب علمان اهل سنت و جماعت، عزتی که الله به ما داده است کاسته نمی شود، یک ذره هم کم نمی شود. برای چی؟ برای که عزت ولله العزت جمیعا، همه عزت در دست الله است. تعز من تشاء تذل من تشاء. الله کسی را خواهد عزت میدهد و کسی را خواهد خور میکند، ذلیل میکند. الله ما را عزت داده و شما را خور و زور کرده. این شکم دم شما، این خانه هایی که به خیانت مردم به دست آوردید، این را عزت نگویید. این عزت نیست. عزت صادق بودن در روبروی الله است، صادق بودن در نزد الله است. در روز قیامت راست ایستادن در روبروی الله با چهره نورانی سفید که من حق را گفتم و به نزد تو آمدم. انا این است عزت. شکمی که با خیانت پر شد، خانه که با خیانت به وجود آمد، این همه اش آتش برای او اولا است. کل جسم غذی بالحرام او النار اولا به میگند. برای همین با این دسیسه ها، فتنه ها، عزت الله داده رو کم کردن نمیتوانید. ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. عزت همش از آن الله است، از آن رسول الله است، از آن مؤمنین است، اما منافق ها نمیدانند. منافق ها فکر میکنند که عزت را خودشان به وجود میآورند یا عزت را گم میکنند. نه. الحمدلله مردم تاجیک مردم بفهم است، مردم بفکر است. در بین این مسلمان های تاجیک خیلی مردم به عقل و به خرد و به فرهنگ و به علم زیاد است. روز به روز این مردم حق رو فهمیده ایستاده است. مردم مظلوم بیچاره الحمدلله حق رو فهمیده ایستاده است. و ما هم به شما ای مردم تاجیک میگوییم که خود شما ببینید چقدر عذاب و رنج این دنیا هست، چقدر عذاب میکشید. لااقل دین خود را صحیح کنید، لااقل اعتقاد خود را صحیح کنید، لااقل از فریب انا همین دروغگویی ها خلاص شوید که این دنیای شما که انا همین قدر وزنین است و سنگین است و شما را اینها استفاده میبرد، در آخرت نجات یابید. لااقل در آخرت نجات یابید. بیدار باشید، حق را کوبید، کوشش بکنید. به خاطر دنیای اینها، به خاطر کیف و لذت اینها ای مردم شما دینتون را نفروشید. از همه بیعقل ترین انسان همون کسی هست که دینش را به خاطر شکمی کسی دیگر، کیفیت کسی دیگر میفروشد. دینت را فروختی، فایده نگرفتی، فایده را شکمی دیگر کسی گرفت. همه بیعقل ترین انسان همین است میگند. این را علما گفتند. برای همین همچنین نباشید. به عقل، به خیرت باشید. اندیشه کنید، فکر کنید. اندیشه و فکر در بالای حق. با همین این مقدمه صحبتمون رو به پایان میرسونیم. این یک مقدمه بود، این یک عمومی صحبت بود، این یکون جوابی نقطه به نقطه نیست. در آینده برادرها جواب میدهند. دیگه برادرهای طالب علم هستند، الحمدلله جواب داده ایستادند. الله حفظشون کند، برکتشون بدهد، دین را حمایت کننده، حفظ کننده. امروز الحمدلله طالب علمان اهل سنت و جماعت یک نفر نه، طالب علم ها زیاد هستند. او دروغ‌هایی که اینها به شریعت بستند، شرک‌هایی که گفتند، کفرهایی که گفتند، طالب علم ها بیان کرده ایستادند الحمدلله. و ما هم الله وقتی که فرصت داد یک به یک به اینها جواب میگوییم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.